چی؟ خوش به حالم. خوش به حاله؟ چرا؟ چون 2 روز دوباره تعطیلم. یعنی تو از الان دنبال پنجشنبه جمعه ای؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ چرا مامانت مرد؟ چطوری مرد؟ مامان من خب مریض شد. الان تو نگرانی چی هستی؟ سرطان گرفت؟ آره چجوری شد؟ یه دفعه یه مریض شد دیگه. خوب نشد. باشه قلم بزد ازش. کجاش؟ تو شکمش. چقدی؟ من ندیدم دیگه، معلوم نیستش که تو شکم. الان اینا رو برای چی نه می‌پرسی؟ میگم چقدی زد بیرون. بیرون نزد، توش بود. معلوم نمیشه. میشه بگی تو برای چی اینا رو میپرسی؟ نگران چی هستی؟ نگران چطور اینجوری نشد؟ من اینجوری نمیشم. من برای چی؟ من نمیدونی من همش میرم دکتر. چرا؟ خب پس الکی نگران نباش. باشه بی با قلم ببینم. بی با قلم.